گرفت. جنگی که نباید صورت میگیره، قضیه بود که ختم شده بود، دیگه ضرورت به جنگ وجود نداشت. به هر تقدیر جنگ آمد و در اثر از این جنگ میخوایم که وقتتان بگیرم کمتر در این قسمت و سر اثرات از این جنگ که مسئله عمده و مهم است کمتر صحبت کنم که نباید تصور می ترتیب باشه که حکمتیار صاحب حمله کرد، در برابرش دفاعی صورت گرفت، جنگ بود خاتمه پیدا کرد. جنگی که در کابل شده دمی محدوده محدود نمیشه، دمی چوکات محدود نمیشه، بلکه اثرات منفی از این جنگ چی امروز و چی فردا گریبانگیری از این ملت است. ببینید زمانی که جنگ صورت گرفت و کمربند امنیتی کابل در هم شکسته شد، به هزارها تن از مجاهدین با سلاح خود بدون نظم ترتیب داخل کابل شد. در پالوی از این به هزارها نفر در خود کابل که مردمی اصلا شناخته شده نبودن رفتن دیپوها را همه به چپاول رفت و هزارها نفر در کابل همه مسلح شد. در جمعی از این مردمی که در کابل مسلح شد، نظر به اطلاعاتی که احصایه‌ای که من بعدتر پیدا کردم، بیش از 3000 نفر جنایتکار و دزد و سارقی که در رژیم گذشته محبوس بودند، این مردم که آزاد میشن تقریبا اکثریت از جا مسلح میشن. و جمع این مسلح شدن چی را به بار میاره؟ این چیز به بار میاره که یک دفعه وضع کابل از کنترل همه خارج شد و هیچ کس نفهمه که در پایتخت چی صورت گرفته و همه چیز بر هم بخوره و همه کیان حکومت از بین بره. وزارت دفاع جز بنان دیگه چیزی وجود نداشت، چرا همه سلاح، همه وسایل، همه به سرخط رفته بود و همه تاراج شده بود، در دست مردم مختلف قرار گرفته بود. فرقای دیگه وجود نداشت، قوای امنیتی به نام شارندوی پلیس وجود نداشت، فضای دیگه وجود نداشت، وزارت امنیت دولتی دیگه وجود نداشت و نه تنها این، همچه فکر بکنید وزارت زراعت، مالیات دیگه کلا یک بار حکومت منهدم شد. و این منهدم شدن حکومت به این شکلش به یک بارگی چی را به بار آورده؟ امروز اگر شما بخواید که وزارت داخلیتان را فعال بکنید، شما حداقل شما میفهمید که بررسی شد وزارت داخله تنها تعمیرش وقتی که خواستن کی را دوباره تعمیر بکنن، شما باور بکنید که وقتی که دیدن که این را دوباره تعمیر بکنن 1 میلیارد افغانی ضرورت است که وزارت داخله دوباره ترمیم شود. حالا که انجینر صاحب احمد شاه دوباره میخواد کار شروع بکنه، نه دفتر است، نه دیوان است، نه توابق است، نه دوسیه است، هیچ چیز وجود نداره. وزارت داخله تا لیت نمیفهمه که در گذشته در این وطن چی بوده و این دفتر و دیوان تنها دفتر دیوان نیست که زمان خلقیار بوده باشه. این قواله و این اسناد و این دفتر و این دیوان یک مملکت است که از کدام زمان این آمده آرام تراکم کرده بود تا به این همه یک بر از بین رفته ولی همه در خلاق قرار داد. حالا وزارت داخله نمیفهمه که از کجا شروع کنم، فضایی که در کابل تعیین شده نمیفهمه که از کجا شروع کنم، ثوابت چیست. به مو ترتیب در قسمت‌های مختلف که شما ببینید خساره مالیش، مشکلات اداریش، برهم خوردن نظام و همه و از همه کرده گفتم مسلح شدن افراد که حال خود کنترل از این افراد مسلحی که در کابل شده یک غم بزرگ است برای ملت به این مردم. شما هر روز میشنوین در کابل بی امنیتی را، میشنوین سرقت، میشنوین اختطاف انسانها و امثال همه، این همه زاده اینمی جنگ و بقای و اثرات منفی مجرد است. این نه تنها در کابل بلکه در آن افغانستان تا اون زمان فرقه گرده سقوط نکرده بود، جلال آباد سقوط نکرده بود، قندهار دیگه سقوط نکرده بود، همه یکی به تحقیق دیگه سقوط. و نتیجه چی شد؟ من یک مثال عادی به شما بگم. در همون زمانی که از اطلاعاتی که بعدتر من وزارت دفاع به دست آورده، قبل از سقوط رژیم در افغانستان 2500 چین تانک وجود داشته، تنها تانک در نقطه نظر نظامی فکر کنید 2500 چین که اگر شما جمع تانک‌های پاکستان با تانک‌های ایران جمع بکنید 2500 پوره نمید. 2500 پوره نمید. این سرمایه همین ملت بود و به خون همین ملتی ترتیب شده. امروز نتیجه چیست؟ پاکستانی به این که طبعا یک مملکت از منافع کشور خود می‌بیند این ماشین جنگی موتور به هم زده باشد
اعلان کرده به پرتیا که هر کس که کنجه نکام که میاره معنی که پیسه درش میده. هر پرت اینه که در سیرت آهن میاره معنی که در پیسه میده. حسن خان فروخی یکی از آشناهای ما او گفت من در پرتیا بودم، شب چندین انفجار شنیدم. پرسان کردیم که انفجارات چی است که این صدا سال خونه جنگ است؟ نه مثلا کدام جنگ شروع نشده باشه، جنگ داخلی. گفتن نه سر بی دینامیت است که تانک‌ها را میپرانن، توپ‌ها را میپرانن، عین شده پاکستان میرن میفروشن. و به اون ترتیب این اسلحه که لازم بود آل مسلمانان از این به امروز و فردای خود استفاده میکردن. همه و همه مگو به جرأت دختر میتونن که از اون سرایی که در افغانستان بود شما 30% از او را دیگه در دسته آینده آوردن نمید. و چیزی هم که باقی مانده اینمی چند فرقه است که در دست ما و شما و در شما هست. دیگه اکثرا فروختن و خلاص شد نابود شد. ببین خساره جانیست، آبروریزی که به مسلمان شد، آبروریزی که به جهاد بود، مشکلات اداری امروز فردا، مشکلات امنیتی در داخل کابل، ضایعات مالی، همه و همه به منظور از این که حکومت از دست اسلامی نیست، مهرای خلقیه و بقایای نجیب حکومت اسلامی جور میکنه. بازم میگم قضاوت به دست من. همه و همه فقط تحت همیشه. مرحله دیگه کار شروع شد. حضرت سر تشریف آوردن. در اولین روزهایی که از دست تشریف آوردن و من پروان رفتم در قسمت کابل، باز تعرض زیادم شروع شد. راکت اندازیات تعرض، راکت اندازیات تعرض. خداوند سپاس که بازم چون باطل بود، این حمله دیگه بودم که ترتیب کرده بود کلاً به شکست مواجه شد در قبره و در بدترین حالت هست. شما باور داشته باشین روز اولی که من داخل کابل شده با فرداش من چند نفر برادرای عرب دیدم و گفتم برو پیش یک مدیاسه برای شمی تو بگو که در این جنگ تو کامیاب نمیشی، تو به حق نیستی، زحمت نکشه یک کشور با خاک و خون نکشه. اما دم سر وقت است ما حاضر هستیم با تو بشینیم و مشکل حل کنیم. اعراب رفتن، پس آمدن، 3 نفر در 2 نفر عربی که مرایی کردن نامشان یادداشت از پیش من وجود دارن، موجود هستن، یا در اینجا یا در پاکستان. دیگر جوابشان این بود که در اون لحظه که من همه چیز قبول دارم مگر من حکومت مجددی را قبول کردم. این را به یاد داشته باشین که پیش از این نام ملیشه نبود، همه دفتر مجددی سر و این حکومت مختلف، حکومت مختلفش دلیل دیگه نه و این حکومت الانی را قبول نکرد. بعد مجددی سر آمد و به تعقیب رهبران آمدن. آرام آرام کار حکومت با وجود مشکلات راکت زنی کم و زیاد در حال شکلگیری بود و ما به این امیدواری بودیم که این آدم از یک طریقی نیست بکشنیم پای شده مذاکره و مصالحه و دیگر جنگ در کابل صورت نگیره. همه که بدبختی که از کافی است. با وجود مخالفت همه احزاب، زمانی که من گفتم من رفتم را یک مجلس صحبت میکنم، همه مخالفت کردن. همه گفتن که آدم در شکست است باید بریم عالی را تعقیب بکنیم. مگر به این که جنگ تاکی به منظوری که قضیه فیصله شده داوطلبانه قبول کردیم. چند برادر دیگر میانجی شد، رفتیم ممرای از یادم از نزدیک دیدیم و در منطقه که مربوط به خود حزب اسلامی است معمولا پیشش کرد و شفتیم که دیدیم دوستانه و برادرانه گپ بزنیم که مشکل در چیست. حالا چرا ما و شما که دیگه را بکشیم؟ قضیه ختم شده. اگر تو اعتراض داری که 4 تا کمونیست باقی مانده، 4 تا بقایای رژیم مانده، این اعتراض قوی نیست. رژیم سقوط کرد، در رأس کل مجاهدین آمده. این دیگه مربوط به شما رهبراست. سبا مکتوب صادر کنیم که در سطح معینا برقرار، دیگر روز مکتوب صادر کنیم در سطح رئیس‌ها برقرار، دیگر روز بگوییم که جنرالا خانه نشین. اگر من اعتراض کردم وقت بگو تو مسئول است. حالا که کار ما به خودتان داده، بریم بشینیم فرمان صادر کنیم. اقاقال مقال هیاهوری چرا برا کردیم؟ بانه چرا طلب بکنیم؟ شما یقین داشته باشین که همه پیشنهادشی بود بریم ما در افغانستان اکثریت است و جمعیت هم اکثریت است. ما و شما مشترک حکومت اجرا میکنیم. ما و شما از اختلاف ماست که دیگه احزاب با وجود آمده. ما و شما که مشترک کار را شروع بکنیم دیگه احزاب با خود کنار باقی میمونه. اعلان چی؟ شعار چی؟ پیشنهاد چی؟ این را منکر شده نمیتونه. ما گفتم به این ترتیب ما و شما حکومت هم جور کردن نمیتونه.
یه چیز حرکت اسلامی نگه اکثر علمای افغانستان دو تنظیم است. ما چطور بتونیم حرکت نادیده بگیریم؟ بگم نه ما تو بسازیم حرکت محروم بکنیم. ما چطور میتونیم استاد خیاف دو طرف نادیده بگیریم؟ ما چطور میتونیم طور مثال این حزب دیگر نادیده بگیریم؟ دیگه و به این ترتیب صلح امنیت در افغانستان نمیاد. این امروز که تو مخالفت میکنی سبب اون مخالفت میکنی. یک دوره کوتاه مدت است بعد طرف انتخاباتی که خودت میگه انتخابات میرم طرف انتخابات بگذارتن دوره کوتاه مدت به خوبی سپری شود ضرور به جار و جنجال جنگ نیست و تهدید فشاری سر حکومت مشترک. مسئله دیگه مسئله ملیشه را که الان ملیشه است و این ترتیب و در موجم برش گفتم انجینر صاحب که دهی بسیار دلیل قوی در ارتباط با ملیشه نداره. اگر ملیشه بسیار بدت میامد دوستم بسیار بدت میامد که تو میگوی صراحت رایی کرد. تو چرا در سر شهادت احمد زید خیستی و نیم ساعت بیانیه دادی و کار شمال تایید کرد؟ او رو اونجا تایید میکنی، خط روان میکنی، دفعه تو رو قهرمان میده و پیگیر که یک نفر از اعضای بیروی سیاسی نجیب است به او هم به دوستم میگه که سلام منه به او هم برسان و وطنشیز هم وطنجار پالود دیگه جبار قهرمان دیگه دسته. تو که ملیشه بگوی خیدگاه چه بگوی؟ تو یک دلیلی به این قسمت نداری و نه چطور است که چون است دلایلی. ما گفتم اگر تو باز بسیار اعتراضم بکنی بازم مسئول خودت هستی. اگر ما بعدتر به نحوی که سایر تحت شرایط پذیرفته کواس هم گرفتن در حداقل به سقوط رژیم دیگه از همه که در این بدعت یا سیئه است یا حسنه را تو گذاشتی. دفعه اول تو نبودی که با تنهی شروع کردی؟ اول شروعش تو کردی. تماس نجیبت به دگاه خود به ما که معلوم است که به این ترتیب است. بازم قصه جوار قهرمان چهارطرف فعلا 3 وزیر دفاع پیش است. نظر محمد پیش تو، تنهی پیش تو و تنجار پیش تو. سر ازم واسه گپ میزنی که بقای رژیم است مثلا چطور کنه و حکومت بقای رژیم را هم نکرده. آخری در فرصتی داره و وقت خود داره. تو کمی فرصت بده و کار خود بینای مردم آدم نباشه. در زیر بغل خودت 100 بت داری و باز یک بت دیگر را سر غلمه کرده. بالاخره به فیصله رسید که شما از طریق رادیو هم شنیدید. فیصله شد که جنگ به صورت عام دیگه کرد. دیگه هر دفعه که مشکلی پیدا میشه از طریق مذاکره باید حل شود. یک دویی که قطعات شمال میگفت که باید خارج شود. ما گفتیم قطعات شمال در قسمت قطعات شمال پیش از جنگ تو نامده. تو جنگ کردی، حمله کردی، کابل اشغال نظامی کردی، اون وقت قطعات شمال عامل آمدن، علت آمدن قطعات شمال خودت هستی. تو بگی آرایش جنگی تا برهم بزن، تو عقب برو، تو به ما ضمانت قوی بده، گروه حائل در بین تو بهتر. رخصت کردن قطعات شمال در دو شماست. ما قطعات شمال میگیم که تو خب آمده بدی از خاطر امریکا. این کار دیگه علت خلاص شده. حکمتیار شد دیگه جنگ و تعارض ندارم، از قدرت خود دست کشیده تا دوران انتخابات با مان خدا پس بدین در وطنه. ما میفارم نه باید این مسئله از طریق رادیو اعلان شد. ولی در رادیو اعلان کردن چی؟ نه دو ترتمان اعلان شد. گفتم اعلان میکنم. روبروی خبرنگاران گپ زده شد. و همه گپی از است که در یک جمله خلاصه کنم. همه تلاش حکمتیار صاحب است که جنایتی که در گذشته در جنگا مرتکب شده آدمی رو چطور توجیه بکنه؟ او رو بیاره اینو توجیه بکنه که همه جنگ ما از خاطر ملیشه بود. اما اگه دروغوی حافظه نداره او یادش رفته که اصلا تو صفت الله خان گفتی که بوش است. تو خود کشمکشت با صفت الله خان بود. اصلا ملیشه در او زمان وجود نداشت. او قطعا مطرح نبود و اخبار شهادت بیانیات در رادیوی خود رادیوی آزادی تا همش دوانوارا ثبت. دیگه به این اساس گهی ما به این ترتیب بود و بالاخره فیصله ای رقم شد که در قسمت اخراج، در قسمت رخصت کردن قطعات شمال که در کابل آمده در ماده امی رقم نوشته کرده. این مربوط به شورای قیادی است. شورای قیادی با وزارت دفاع ضمانت بده که حکمتیار صاحب دیگه حمله نمیکنه، بعد وزارت دفاع قطعات شمال را رساند. این فیصله شد و گه قضیه ختم شد. 4 روز تیر نشده بود که باز را قطعه شد. ولی 4 روز تیر نشده بود که باز را قطعه شد. و بعد قربندی که امضا کرده بود که
قرآن خوانده شده بود او که دیگه قطعا از این بابت ما آتش نمیزنیم، میریم به مذاکره میشیم، از طریق مذاکره حل میکنیم. پس دوباره خود اورمند شکستان و بعد نمواست. اورمند چرا میشکستان؟ هر باری که ما میخواستیم که افکار اصلاحی را در کابل شروع کنیم، هر باری که افکار جمع میشد که امنیت را در کابل تامین کنیم، بکشیم مردم مسئله را از کابل طرف کمربندها ببریم، باز میدیدی که دوتا و باز مشکل ایجاد کرد. باز چند روز تر میشد، باز ما از فکر دفاع کمربند خلاص میشدیم، در فکر کار داخل کابل میشدیم، باز میدیدی که چهار راکت بزی باز اخلال، باز از یک طرف جنگ کرد. هم مدتش همی بود که این از دست در دمایی که است نتانه که کار خود منسجم است و این باید که بدنام شود و این حکومت اسلامی به نباید به پایش داد شد. اول تا آخر هدف همین